حالتون چطوره؟ امروز اومدیم یه کتاب دیگه معرفی کنیم، راجبش حرف بزنیم، تحلیلش کنیم و بعد شما به این نتیجه برسیم که ارزش خوندن داره یا نه. کتاب امروز عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست، باز از نشر میلکان هست. عنوان کتاب خیلی جالبه، به خصوص اگر که حالا اون شرایطی که باعث شکلگیری این کتاب شده رو تجربه کرده باشین، خیلی بیشتر با اسم کتاب ارتباط میگیرین و خیلی انگار بیشتر درکتون میکنه. کتاب راجع به مواجهه با غم و اندوهیه که در اثر سوگ و غم از دست دادن کسی باهاش مواجه میشیم. دقیقاً زیرش هم نوشته که مواجهه با اندوه و فقدان در فرهنگی که اینها رو بر نمیتابد. اسم کتاب یعنی عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست، یه جوریه که انگار اگه سوگ و تجربه کرده باشی و اسم این کتاب به گوشت بخوره یا حالا ببینیش، یه حسی پیدا میکنی که چقدر انگار یه کتاب داره تو رو درک میکنه، یه کتاب داره چقدر تو رو میفهمه و این باعث میشه که به نظرم کتابی باشه که خیلی ارزش خوندنش بالا باشه برای کسایی که سوگ رو تجربه کردن. حالا این سوگ بیشتر به معنی غم از دست دادن یا به عبارتی مرگ یه عزیزی توی زندگیمون هست، ولی توی بعدای دیگه هم که بخوایم راجبش حرف بزنیم و حالا اون بعدا در نظر بگیریم، راجب شکست عاطفی، حتی از دست دادن رویاهامون، یعنی اینکه حالا مثلا کلی تلاش کنیم برای رسیدن به رویاهامون و نشه، به نظر منم اینم یه غمیه دیگه، اینم یه غم از دست دادنی شاید بشه در نظر گرفتش. این کتاب خیلی کتاب عمیق و واقعی هستش، برای همین من خیلی دوستش دارم. حالا چرا واقعی؟ به خاطر اینکه اصلا دلیل اینکه این کتاب نوشته شده اینه که خود نویسنده یعنی مگان دیواین دچار یه سوگی میشه و باعث میشه که بیاد حالا این کتاب رو بنویسه برای کسایی که این تجربه غم انگیز رو میکنن و میخواد حالا یه سری راهکار بهشون بده که چیکار کنن و بهتر و راحت‌تر با غمشون کنار بیان. علاوه بر این یه سری توصیه هایی هم داره برای افرادی که جزو اطرافیان افراد سوگوار میشن که چطوری باهاشون همدردی کنین، چطوری باهاشون همدلی کنین که تازه نیاین غمشون رو بیشتر کنین، غمشون رو کمتر کنین. حالا همه اینا رو من جزئی تر توضیح میدم جلوتر. این کتاب خیلی کتاب خوبیه به خاطر اینکه توی جامعه امروزی، نه فقط کشور ما، توی همه جای دنیا کنار اومدن با سوگ خیلی انگار کار سختیه برای اطرافیان و برای جامعه. چرا؟ چون جامعه انتظار داره که وقتی که ما یه سوگی رو تجربه میکنیم خیلی سریع از جامون پاشیم، بشیم مثل آدم قبل، انرژی مثبت داشته باشیم، لبخند بزنیم و این انتظارات رو ازمون داره، در صورتی که سوگ با وجود کلی تحقیق که روش انجام شده چیزی نیست که قرار باشه با نصیحت کمتر بشه و خیلی مراحل دیگه‌ای لازمه طی بشه تا حالا یکم و شاید به صورت پله پله شخص سوگوار با سوگش کنار بیاد و سوگش رو بپذیره. پس این کتاب چون تجربه واقعی یک خانومی هستش که همسرش رو از دست میده، خیلی خیلی کتاب خوبیه. حالا مرگ همسرش چطوری بوده؟ همسرش توی آب غرق میشه و غرق شدن و تماشای آخرین نفسهای همسرش دقیقاً جلوی چشمای خودش بوده و این واقعاً یه سوگ خیلی تلخیه که خیلی ناگهانی و عجیب جلوی روش اتفاق میفته و این یه روایت تلخیه از یک زنی که خودش این مسئله رو تجربه کرده. صرفاً یه سری اطلاعاتی نیست که حالا به دست اومده باشه جمع آوری شده باشه توی این کتاب و ما حالا اینا رو میخونیم و شاید نتونیم خیلی باهاشون ارتباط بگیریم، ولی همین فکر که این تجربه هایی که توی این کتاب هست از یه چیز واقعی هستش باعث میشه که آدم خیلی راحت‌تر و بهتر با این کتاب کنار بیاد. هممون یه جایی تو زندگی غم رو تجربه میکنیم، چه بخوایم چه نخوایم، ولی مسئله اینه که وقتی که ما در حال تجربه این غم‌های خیلی سخت زندگیمون هستیم،
اطرافیانمون اصولاً بلد نیستن که ما رو دلداری بدن، با همون همدردی کنن و انتظار دارن که حالمون خیلی سریع خوب بشه. حالا این شاید عمدن نباشه ها، شاید ما واقعا حالا حتی خودمون بلد نباشیم چطوری باید با یه شخص سوگوار رفتار کنیم و باهاش همدردی و همدلی کنیم. واکنششون صرفا اینه که میان میگن که نگران نباش، همه چی درست میشه، خواست خدا بوده، نمیدونم قسمت نبوده یا قسمت اینطوری بوده و از این صحبت که قطعاً توی اون لحظه غم شخص سوگوار رو کم که نمی‌کنه، هیچ تازه هزاران برابرش میکنه. حالا ما در مرحله اول که یاد بگیریم چطوری باید با یه شخص سوگوار همدردی کنیم، باید بفهمیم که چه چیزایی نباید به یه شخص سوگوار بگیم. ببین هر نوع جمله‌ای که مشابه این باشه که خدا بزرگه، قسمت نبوده، قوی باش، نمیدونم پاشو خودتو جمع کن، زندگی ادامه داره، گریه نکن، نمیدونم از این صحبت ها، اینا واقعا هیچ تأثیری که نداره، هیچ، تازه اون غمه رو 100 برابر بیشتر میکنه. پس هر نوع جمله یا رفتاری که مشابه این جملاتی که گفتم بود، مطمئن باشین که قرار نیست هیچ کمکی به اون شخص سوگوار بکنه. حالا میدونین چرا این جملات اصلا جملات خوبی نیستن برای بیان همدردی؟ چون ببین اون شخص الان توی یه وضعیت فاجعه است. خب این که تو بیای بگی که یه سری جملاتی هم هست، بعضیا مثلا میگن که ببین میتونست بدتر از این بشه، میتونست اتفاق خیلی بدتر از این بیفته، برو خدا رو شکر کن مثلا اون اتفاق نیفتاده. ببین اینا خیلی جملات وحشتناکیه که آدم به یه شخص سوگوار بگه. چرا؟ چون ببین اون الان در نظر خودش بزرگترین غم جهانو داره. مثلا یه سریا میان میگن که ببین مثلا فلانی اینطوری شد، برو خدا رو شکر کن مثل اون نشدی، یا برو خدا رو شکر کن همچین اتفاقی برات نیفتاد. ببین اینا اصلا تاثیر نداره، اون الان در نظر خودش بزرگترین غم دنیا رو داره و تو وقتی که بیای اینطوری حرف بزنی، بیای بگی که مثلا یه نفر دیگه براش یه اتفاق خیلی وحشتناکتری افتاده، اون بیشتر احساس بدی بهش دست میده، بیشتر احساس تنهایی میکنه. چرا؟ چون حس میکنه که الان این غم بزرگ و وحشتناکی که داره باهاش دست و پنجه نرم میکنه، با یه نصیحت خیلی کوتاه انگار خیلی بی‌ارزش و کم اهمیت شده و این باعث میشه که اون شخص تازه خیلی بیشتر احساس بدی بهش دست بده و حتی احساس تنهایی بکنه. حالا کار درست چیه؟ چه رفتاری توی این وقتا درست تره؟ ببین ما اول از همه باید خودمون هم قبول کنیم که این شخصی که الان سوگواره یه غمی داره، ما هم غم اونو بپذیریم. خب بعد بیایم یه سری جملاتی بگیم که دلگرم کننده باشه. مثلا بگیم که من کنارتم، من پیشتم، من همراهتم، من به حرفات گوش میدم، من غم تو ارزشمند میدونم، من غم تو به رسمیت میشناسم. یکی دیگه از کارهایی که میتونین بکنین اینه که در کنار اون فرد سوگوار فقط حضور داشته باشین و سکوت کنین. ببین خیلی وقتا وقتی که یه نفر داره سوگ رو تجربه میکنه، از اینکه آدمای اطرافش هم برن ازش دور شن و تنهاش بذارن هم خیلی میترسه و از طرفی هم شاید دلش نخواد بگه که من از این موضوع میترسم و دوست نداشته باشه اصلا حرف بزنه. ولی یکی از کارهایی که اطرافیان میتونن انجام بدن اینه که غمش رو بشناسن، به رسمیت بشناسن و در کنارش باشن و سکوت کنن و اصلا هیچی نگن، صرفا کنارش باشن. کار دیگه‌ای که میتونیم انجام بدیم، فکر کنم کار سوم شد، اینه که یه گوش فعال باشیم، یه شنونده فعال باشیم. ببین خیلی وقتا کسی که سوگ رو داره تجربه میکنه ممکنه که یه خاطره ای رو از حالا اون شخصی که از دست داده بارها و بارها تکرار کنه، چون که هنوز نمیتونه از اون خاطره ها دل بکنه و نمیخواد قبول کنه که دیگه هیچ وقت قرار نیست اون آدم رو ببینه و اون خاطره ها شاید براش تکرار بشه. برای همین ممکنه هزاران بار یه خاطره ای رو تعریف بکنه. توی این وقتا ما باید یه گوش فعال، یه شنونده فعال باشیم که فقط گوش بدیم، سکوت کنیم، بذاریم فقط اون شخص سوگوار حرف بزنه. یه کار دیگه هم میتونیم برای افراد سوگوار انجام بدیم که اول یه توضیح بدم، بعد اون کار رو در ادامش بگم. ببین وقتی که یه نفر عزیزی رو از دست میده و سوگوار یه نفر میشه، فقط
اون سوگواریش احساس غم نیست. خب یه ترکیبی از احساس غم، افسردگی، خشم، عصبانیت، ناراحتی، رهایی، حتی احساس گناه و یه سری احساسات خیلی متضادی ممکنه اون شخص سوگوار داشته باشه. ما خیلی توی این مرحله نقش مهمی داریم که این احساسات متضاد رو ببینیم، درک کنیم و بذاریم که این احساسات متضادی که اون شخص داره بیرون بریزه و تازه ما نشیم یه چیزی برای اون شخص که یه ترسی بشه براش که حالا من وای این همه احساس متضاد دارم، الان اطرافیانم از دست من مثلا دلزده میشن، اعصابشون خورد میشه. سعی کنیم این احساسات متضاد اون شخص سوگوار رو ببینیم و بپذیریم و سعی کنیم که باهاشون کنار بیایم. یه کار دیگه که باید بکنیم یا نباید بکنیم فکر کنم بهتره، حالا یکم قبل‌ترم گفتم ولی دوباره بگم با یکم توضیح. ببین ما واقعا حق نداریم به شخصی که سوگواره بگیم که بس دیگه کافیه، عزاداری بسه، افسردگی بسه، پاشو خودتو جمع کن، پاشو به کار و زندگیت برس، پاشو به فکر پیشرفتت باش. اینو من صرفا خیلی شنیدم. ببین ما واقعا حق نداریم همچین حرفایی رو به یه شخص سوگوار بزنیم. خب چون سوگواری یه چیز منحصر به فرده و برای هر فردی زمانش متفاوته. ممکنه یه نفر 6 ماهه باهاش کنار بیاد، پاشه بره سر کار و زندگیش خب و سریع بپذیرتش، ولی ممکنه برای یه نفر سالها طول بکشه. ممکنه بعد 20 سال هنوز سوگوار باشه و شاید هنوز کنار نیومده باشه با مسئله سوگ. برای همین زمان لازمه. خب ولی این زمانه برای هر کسی متفاوته. قرار نیست چون یه نفر مثلا با سوگ از دست دادن پدرش 6 ماه کنار اومده همه باید مثلا 6 ماه کنار بیان. نه، یه موقع یه نفر تا پایان عمرش سوگوار پدرش باشه. پس به طور کلی همدردی یعنی دیدن و پذیرفتن، نه اینکه بخوای همش درست کنین یه چیزی و نه اینکه بخواین همش مدام راه حل بدین به اون شخص سوگوار. فقط ببینین و بپذیرین و گوش بدین و اینکه حواسمون باشه به هیچ عنوان سعی نکنین غم شخص سوگوار رو کوچیک جلوه بدین. جامعه مدرن مدام دنبال مثبت گرایی سمیه. همه چیز باید سریع حل بشه، همه چیز باید برگرده به حالت عادی، همه چیز باید خیلی سریع اوکی بشه. خب مگه میشه؟ ما انسانیم، سرشار از احساسات و عاطفه ایم، بعد تازه عزیزمون هم از دست دادیم یا حالا سوگواری. خب من الان چجوری حالم خوب باشه؟ بعد مثلا این سوگواری یکم قبل‌ترم گفتم که صرفا از دست دادن یا مرگ نیست. خب از شکست رابطه عاطفی گرفته تا نرسیدن به آرزوهامون هم شامل میشه. پس همه اینا یه نوع سوگه و جامعه از ما انتظار داره که با از دست دادن هر کدوم از اینا سریع به حالت اول برگردیم و خب این واقعا خیلی به نظرم انتظار وحشتناکیه. چون ما انسانی نیاز داریم بعضی وقتا گریه کنیم، نیاز داریم بعضی وقتا تو لاک تنهایی خودمون فرو بریم و با خودمون حرف بزنیم، مثلا سرمون به کار خودمون باشه و اصلا نخوایم به کسی توضیحی بدیم. خب ولی این فشاری که جامعه و یه سری اطرافیان ممکنه روی آدم بذارن که خوب شو، این فشار خوب شدنه تازه خودش یه شکنجه است. برای همین مگان دیواین توی کتاب میگه که بذار همون خونی که داره از بدنت میاد، همون خون اون زخم رو خوب بکنه و میگه که بذار اجازه بده حال بدت بد بمونه، بذار حال بدت بد باشه، عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست. خب حالا پس چیکار کنیم؟ ما چطوری با غممون کنار بیایم؟ همدلی و همدردی رو گفتیم، غممون رو به رسمیت شناختیم، گفتیم که جامعه ممکنه غم ما رو به رسمیت نشناسه، ممکنه ما رو تحت فشار بذاره، ولی ما باید بدونیم که غممون با ارزشه، غممون به رسمیت شناخته میشه و حالا چیکار بکنیم که باهاش کنار بیایم؟ یا به عبارتی یه سوال بهتر، اگه قرار نیست من سریع این غم رو درمانش بکنم، خب پس چیکار کنم؟ قراره تا آخر عمرم توی افسردگی دست و پا بزنم؟ یه جنبندی که از کتاب کردم، مگان دیواین این راه حل ها رو پیشنهاد داده. اول از همه میگه که خودتو قضاوت نکن. ببین تو الان سوگواری، خب حالت خیلی بده.
اگه نشستی کل امروز رو گریه کردی، خودتو قضاوت نکن که وای الان من نشستم کل روز گریه کردم و هیچ کاری نکردم. اشکالی نداره، اجازه بده حتی اگه لازمه فردا هم باز بشین یا همینقدر دوباره گریه کنی. یه کار دیگه که توی کتاب نویسنده پیشنهاد میده انجام بدین، میگه که برای غمتون زمان بذارین. یعنی چی؟ یعنی اینکه من امروز حالا یکم که اون غم سبکتر شد، بگو که من مثلا امروز از این ساعت تا این ساعت میشینم گریه میکنم. خب یا میشینم مینویسم راجع به غمم. چون ببین میگه غم یه مهمون ناخونده است، تا هر موقع هم که دلش بخواد میمونه. پس تو باید براش یه زمان بندی بذاری که هر لحظه یهو بهت هجوم نیاره، مثلا چه میدونم بزنه کارتو خراب کنه، تمرکزتو ازت بگیره. کار بعدی که پیشنهاد میده، میگه که بگرد دنبال آدمای واقعی و حامی، آدمایی که غمتو تازه نمیکنن، انگار نمک رو زخمت نمیپاشن، آدمایی که واقعا حامی و حمایتگرن و در کنارشون احساس خوب و یه حس آرامشی داری. و یه کار دیگه‌ای که پیشنهاد میده که به نظرم خیلی کار خوبیه، اینه که بنویس، نقاشی بکش، موسیقی کار کن. کلاً کارهای خلاقیتی رو خیلی توی این قسمت برای راه حل ها پیشنهاد میکنه که حتما انجام بدین. من یه بخشای خیلی قشنگ و مهمی از کتاب و خط کشیدم که براتون بخونم. به نظرم معرفی کننده خیلی خوبیه برای اینکه تصمیم بگیرین که آیا این کتاب ارزش خوندن داره یا نه. ببین میگه که سوگ همانقدر نیاز به راه حل دارد که عشق دارد. نمیتوانیم بر مرگ یا فقدان یا سوگ پیروز شویم. اینها عناصر ثابت زنده بودن هستند. اگر همچنان آنها را مسائلی ببینیم که باید حل شوند، هرگز در عمیق‌ترین دردهایمان به آرامش و تسلی خاطر نمیرسیم. ببین یعنی کلاً داره میگه که مثل یه مشکل نبینیم سوگو که قراره بهش پیروز بشیم، چون قرار نیست بهش احتمالاً پیروز بشیم به این راحتی ها. یه بخش دیگرم براتون بخونم. ببین یه چیزی که حالا گفتم توی موارد ولی اینجا هم باز توضیح داده اینه که بیشتر درباره واقعیت سوگ صحبت کنیم. حالا توضیحش هم اینطوری نوشته که هرچه بیشتر درباره واقعیت سوگ صحبت کنیم آسان‌تر می شود. هرچه مردم بیشتر این حقیقت را بگویند که چقدر سخت است زنده بودن و عشق ورزیدن و از دست دادن، زندگی برای همه بهتر می شود، حتی برای کسانی که گمان می کنند سوگ مشکلی است که باید حل شود. پس کلاً میگه که سوگ رو یه مشکل نبینیم، یه مسئله‌ای ببینیم که باید به مرور زمان باهاش کنار اومد. شاید هیچ وقت هم تا آخر عمر حل نشد. دیگه کدوم قسمت ها رو براتون؟ خیلی پر از نکته است، پر از قسمت هایی که میشه کلی باهاش حرف زد. مثلا من اینجا فصل 7 رو نوشتم که این فصل بسیار مهم است. عنوان فصل 7 این هستش که نمیتوانید سوگ را حل و فصل کنید اما مجبور نیستید رنج بکشید. کلی خط کشی کردم این قسمت ها رو، خیلی فصل مهمی بود این فصل که حالا نمیدونم کدوم قسمتش رو براتون بخونم انقدر که همش نکته های مهم داره. توی اون قسمت که گفتم کتاب گفته که خودتون رو قضاوت نکنین و اگه یه روز کامل نشستین گریه کردین خودتون رو سرزنش نکنین که وای من الان هیچ کاری نکردم. این یکی از تمریناتیه که توی بخش مهربانی با خودتون اومده. خب یعنی نوشته که سعی کنین با خودتون مهربون باشین. خب چون شما الان یه آدم سوگوارین دیگه و خب باید سعی کنید که به خودتون سخت نگیرین. حالا توصیف مهربانی رو چطوری میگه که توجه آرام و ساکت به چیزی که تغییر نمی کند. نوشته این اوج مهربانی با خودتونه. یه بخش دیگه هم براتون بخونم.
آهان بعد ببین ممکنه که آدم بگه که خب من با خودم مهربونم دیگه، حالا چجوری دیگه با خودم قراره مهربون باشم؟ ببین مهربانی با خود خیلی کار دشواریه. خب یعنی اینکه آدم با بقیه مهربان باشه براش خیلی راحت تر از اینه که با خودش مهربان باشه. برای همین نوشته که به این دلیل که مهربانی به خود بسیار دشوار است، یادآوری روزانه و ملموس آن به خود اهمیت بسیار زیادی دارد. یکی دیگه از تمرین‌های خیلی قشنگی که برای تمرین مهربانی با خود توی کتاب نوشته اینه که یه نامه عاشقانه برای خودتون بنویسین، یه نامه‌ای که واقعاً سرشار از عشق باشه به خودتون و قطعاً شخصی که سوگوار باشه تأثیرش رو خواهد دید. دیگه از کدوم قسمت براتون بخونم؟ ببین اینجا نوشته که ذهن موقع حالا رخ دادن یه سوگی تمام تلاشش رو میکنه که با این واقعیت جدید تکان دهنده وحشتناک کنار بیاد و توی مغزتون برای خودش جایی باز کنه. بعد میگه که پس صبور باشین، خب به خودتون یادآوری کنین که زمان نیاز دارین و این شرایطی که الان پیش اومده، این واکنش هایی که بدنتون، ذهنتون و مغزتون داره به این سوگ میده کاملا طبیعیه و یه سری مراحل و فرایندهاییه که بدن و مغزتون و ذهنتون باید طی بکنه که حالا مثلا برین به یه مرحله دیگه از سوگ، برین به مرحله بعدی کنار اومدن با سوگ. بعد توی فصل 10 راجع به سوگواری و اضطراب میگه که این اضطراب میتونه روی همه جنبه‌های زندگیتون، از خواب، از پیشرفت، از تمرکز، از همه چیتون میتونه تاثیر بذاره و میگه که اضطراب مثل یه داروی اعتیادآوره و با فهمیدن اینکه وقایع بد واقعا اتفاق میافتند و هیچ کاری از دست شما بر نمیاد قدرتمندتر میشه. یکی دیگه از فصلا بذارید من براتون بگم، یه فصلا راجع به این میگه که در این میان هنر چه نقشی میتواند داشته باشد. این راجع به همون خلاقیت هست که براتون گفتم که چقدر کارهای خلاق انجام دادن توی این برهه سوگواری میتونه تاثیرگذار باشه روی کم کردن سوگتون. خب اینا یه سری از قسمت‌های کتاب بود که کلاً پر از نکته است، پر از تمرین‌های بسیار عالی و کاربردیه برای اشخاصی که سوگ رو تجربه کردن. ولی خب اگر بخوام همش رو بخونم خیلی ویدیو طولانی میشه، ولی واقعاً کتابیه که در زمینه سوگ خیلی کتاب عالیه. پس یه چیزی که خواهش میکنم یادتون باشه اینه که خیلی وقتا وقتی که افراد سوگوار رو کنارتون میبینین سعی نکنین غمشون رو کوچیک جلوه بدین، سعی نکنین ازشون بخواین که حالشون خیلی زودتر خوب بشه، چون کنار اومدن و پذیرفتن سوگ نیاز به زمان داره. برای هر فردی این زمان متفاوته و باید زمان بگذره، اونقدر بگذره و اونقدر این مراحل سوگ که حالا اون اول انکارشه، بعد کنار اومدن و پذیرفتنشه، اینو باید همه طی بشه تا اون شخص با اون سوگ و اون غم کنار بیاد. کلا این کتاب یه کتابیه که مثل یه یادآوری میمونه که حتی مثلا کسی که سوگی رو هم تجربه نکرده میتونه بخونه و ازش به این نتیجه برسه که غم یه بخش جدا نشدنی از زندگی مونه و ما لازم نیست همیشه قوی باشیم و اینکه پذیرفتن این حال بدمون که من الان خوب نیستم، من الان یه غم خیلی بزرگی رو دارم تجربه میکنم، دارم بار سنگینش رو دوشم حمل میکنم، خودش عین شجاعته. اگر خدایی نکرده توی زندگیتون غم‌های سوگ و مرگ و از دست دادن رابطه عاطفی رو تجربه کردین و حالتون خوب نبود، به خودتون بگین عیبی ندارد اگر حالم خوش نیست. حالا یه نکته هم بگم، ببینین وقتی که کسی داره سوگ رو تجربه میکنه، شاید اون روزهای ابتدایی که هنوز توی شوک و انکار نتونه بیاد سراغ یه کتاب
و حالا همچین کتابی رو بخونه که چطوری با سوگش روبرو بشه، چطوری باهاش کنار بیاد. بنابراین اگر دیدین که شخصی اطرافتون داره سوگ رو تجربه میکنه، ازش انتظار نداشته باشین که برین این کتاب رو بهش معرفی کنین و ازش انتظار داشته باشین که بره این کتاب رو برداره بخونه و خیلی سریع و راحت با غمش کنار بیاد صرفا چون این کتاب رو خونده. نه، اول شاید لازمه که اول یه کوچولو با غمش کنار بیاد، بعد بیاد سراغ اینجور کتابا. امیدوارم توضیحاتم اونقدری مفید بوده باشه که ترغیبتون کرده باشه. اگه در حال تجربه غم یا سوگواری هستین، برین کتابو تهیه کنین و بخونین و اینو بدونین که غم بخشی از زندگیه که قرار نیست همیشه بمونه و قراره یه سری درس بهمون بده و بره.